یه صبح خنک مهرماه تو شیکاگو بود که یه عده زیادی برای حراج خونه ریورساید جمع شدن. بین آدم‌هایی که داشتن توی وسایل قدیمی گشت و گذار می‌کردن، سوفیا مارتینز، یه دلال عتیقه با مهارت خاصی داشت حرکت می‌کرد. چشم حرفه‌ایش خیلی راحت چیزای با ارزش رو از آشغالا جدا می‌کرد تو این عمارت بزرگ که مثل قصرهای قدیمی انگلیسی بود. خانواده ویلیامسون نزدیک 1 قرن توی این خونه زندگی کرده بودن تا اینکه آخرین وارثشون خانم مارگارت ویلیامسون که پیر شده بود بدون بچه فوت کرد. حالا یه مشت غریبه داشتن تو وسایل شخصیشون رو میگشتن. روی هر چیزی یه برچسب قیمت بود که تمام خاطرات یه عمر رو تبدیل به چند تا دلار کرده بود. تو کتابخونه چوبی عمارت سوفیا یه سری عکس قاب شده پیدا کرد که روی یه میز ماهگونی عتیقه چیده شده بودن. بیشترشون عکسای خانوادگی معمولی از دهه‌های مختلف، عکس فارغ التحصیلی، عروسی، جشن‌ها بود. اما یه قاب خاص توجهش رو جلب کرد. قاب نقره‌ایش که حسابی کهنه شده بود. عکس واضح بود که مال دهه 20 میلادیه. از روی لباس‌ها و سبک عکاسی مشخص بود. یه زوج جوون توی پذیرایی خونه‌شون نشسته بودن. مرده یه کت شلوار ستیکه پوشیده بود با یه زنجیر ساعت جیبی. موهاش صاف و براق به عقب شونه شده بود. مد اون زمان. زنه یه لباس کمردار پوشیده بود مثل لباسای دوره فلپرها. با وقار کنارش نشسته بود. یه لبخند ملایم روی لبش بود. بین این دوتا تو بغل زنه یه نوزاد بود که بیشتر از 6 ماهش نبود. بچه یه لباس غسل بلند از توری سفید ظریف پوشیده بود. از اون رو لباسایی که خانواده‌های پولدار برای مراسمای خاص سفارش میدادن. با نگاه اول این عکس یه نماد کامل از خوشبختی و ثروت دهه 20 بود. یه زوج موفق با بچه گرامیشون تو خونه راحتشون ژست گرفته بودن. نورپردازیش حرفه‌ای بود. نشون میداد این یه جلسه عکاسی رسمی بوده، نه یه عکس خانوادگی ساده. اما وقتی سوفیا دقیق تر به عکس نگاه کرد، یه چیزی توی حالت صورت بچه توجهشو جلب کرد. در حالی که پدر و مادر با لبخند گرم به دوربین نگاه می‌کردن و از خوشحالی و غرور پر بودن، چشمای اون نوزاد یه چیز کاملاً متفاوت داشت. حتی تو این سن کوچیک، یه شدت خاصی تو اون صورت کوچولو بود. نه اون نگاه بیگناه و خالی معمولی بچه‌ها، بلکه یه چیزی که تقریباً آگاهانه به نظر می‌رسید. تقریباً ترسناک. سوفیا این عکس رو به قیمت $25 خرید. نمیتونست از این احساس که اون چشمای کوچولو دارن یه چیز مهمی بهش میگن خلاص بشه. برگشت به مغازه عتیقه فروشیش تو لینکن پارک. سوفیا با احتیاط عکس رو از قابش در آورد و تا دقیق تر بررسیش کنه. سالها تجربه بهش یاد داده بود که معمولاً مهمترین اطلاعات درباره عکس‌های قدیمی پشتشون پنهونه. مهر عکاس، تاریخ، اسم یا یادداشتایی که اطلاعات مهمی میدن. پشت عکس دقیقاً همون چیزی رو نشون میداد که امیدوار بود پیدا کنه. یه مهر برجسته که نوشته بود استدیوی عکاسی هنری کووالسکی، شیکاگو، ایلینویز. همراه با یه تاریخ که با خط خوش نوشته شده بود 15 اکتبر 1920. زیرش با خط دست دیگه‌ای 3 تا اسم نوشته شده بود: رابرت، کاترین و بچه تامس ویلیامسون. قلب سوفیا تند زد. اون اسم کووالسکی رو میشناخت. هنری کووالسکی یکی از معتبرترین عکاسای پورتری شیکاگو توی دهه 20 بود. معروف به عکاسی از طبقه پولدار شهر.
کاراش خیلی مورد علاقه کلکسیونرها بود، اما مهمتر از همه کووالسکی به خاطر سوابق دقیقش معروف بود. اگه آرشیو استدیوش هنوز موجود باشه، ممکنه اطلاعات با ارزشی درباره این جلسه عکاسی داشته باشه. 2 ساعت بعدش رو صرف گشتن تو پایگاه‌های اینترنتی و سوابق تاریخی کرد. چیزی که پیدا کرد عکس رو حتی جالب‌تر کرد. رابرت ویلیامسون تو سال 20 یه بانکدار موفق بوده، جزو نخبگان مالی شیکاگو. کاترین ویلیامسون قبل از ازدواج هارتفورد بود. از یه خانواده پولدار قدیمی اومده بود. خانواده‌اش توی اواخر 1800 از طریق سرمایه‌گذاری تو راه آهن ثروت ساختن. اما اطلاعاتی که درباره بچه توماس پیدا کرد، سوفیا را شوکه کرد. طبق یه آگهی ترحیم تو روزنامه شیکاگو تریبیون که تو آرشیو روزنامه‌ها پیدا کرد، توماس ویلیامسون تو نوامبر 1920 فقط 1 ماه بعد از این عکس فوت کرده. علت مرگش سندروم مرگ ناگهانی نوزاد ثبت شده بود. البته توی سال 20 دانش پزشکی درباره این سندروم خیلی ابتدایی بود. سوفیا دوباره به عکس خیره شد، روی چشمای بچه تمرکز کرد. حالا که میدونست توماس چند هفته بعد از این عکس میمیره، حالت صورتش خیلی بیشتر آزاردهنده به نظر میرسید. آیا ممکن بود که توی اون شکل اسرارآمیزی که گاهی با عکسای قدیمی اتفاق میفته، دوربین چیزی رو ثبت کرده باشه که چشم انسان نمیتونه ببینه؟ گوشیش رو برداشت تا به دکتر الیزابت چن زنگ بزنه. یه مورخ عکاسی تو دانشگاه نورث وسترن که متخصص پورتره‌های اوایل قرن 20 بود. اگه کسی میتونست کمکش کنه تا جنبه‌های فنی اون چیزی که میبینه رو بفهمه، اون دکتر چن بود. یه پورتره کووالسکی از سال 20 دارم که عجیبه، سوفیا توضیح داد. حالت صورت بچه اصلاً با حال و هوای والدین جور در نمیاد. انگار بچه داره چیزی رو میبینه که بزرگترا نمیتونن ببینن. فردا صبح بیارش، دکتر چن جواب داد. صداش بلا فاصله علاقه‌مند شد. کووالسکی معروف بود به اینکه چیزایی رو ثبت میکرد که عکاسای دیگه ازشون غافل میشدن. پورترهاش اغلب چیزهایی رو آشکار میکردن که سوژه‌هاش قصد نشون دادنشون رو نداشتن. دفتر دکتر الیزابت چن تو دانشگاه نورث وسترن شبیه یه موزه تاریخ عکاسی بود. دوربین‌های قدیمی از دوره‌های مختلف قفسه‌ها رو پر کرده بودن و دیوارها پر بود از نمونه‌های مهم عکاسی پورتره که تقریباً 2 قرن رو پوشش می‌دادن. وقتی سوفیا صبح روز بعد رسید، دکتر چن از قبل داشت تجهیزات بررسیش رو آماده می‌کرد. هنریک کووالسکی؟ دکتر چن با فکر گفت، در حالی که با احتیاط عکس رو زیر نور مخصوصش قرار میداد. اون یه آدم جالب تو دنیای عکاسی شیکاگو بود. سال 10 از لهستان مهاجرت کرد. شهرت پیدا کرد به خاطر پورتره‌هایی که انگار ذات درونی آدم‌ها رو ثبت می‌کردن، نه فقط ظاهرشون رو. از طریق تجهیزات ذره‌بینش، دکتر چن هر جزئیات عکس رو بررسی کرد. کیفیت فنیش استثنائیه، حتی برای استانداردهای کووالسکی. نگاه کن به عمق میدان، به نحوه ثبت بافت لباس مادر، جزئیات پیچیده لباس غسل بچه. سوفیا تماشا می‌کرد که دکتر چن با تمرکز شدید روی صورت بچه متمرکز شد. چه چیزی درباره حالت صورت نوزاد غیر عادیه؟ چند تا چیز. اول، بچه‌های این سن احتمالاً 4 تا 6 ماهگی. معمولاً حالات صورتشون خیلی محدوده. ممکنه لبخند بزنن، گریه کنن یا بخوابن. اما این بچه انگار داره روی چیز خاص خارج از محدوده دوربین تمرکز میکنه. دکتر چن تجهیزاتش رو تنظیم کرد تا دید بهتری داشته باشه. نگاه کن به جهت نگاهش. اون به والدینش نگاه نمی‌کنه، نه به عکاس، بلکه به سمت یه چیزی در سمت چپ دوربین. ممکنه یه صدا توجهش رو جلب کرده باشه؟ ممکنه، اما حالت صورتش رو ببین. این کنجکاوی یا واکنش تعجب نیست. اگه بخوام توصیفش کنم، میگم شبیه خستگیه، حتی ترس.
دکتر چن بررسیش رو ادامه داد و توجه ویژه‌ای به نورپردازی و سایه ها تو عکس داشت. یه چیز جالب دیگه هم اینجا هست. کووالسکی معروف بود به استفاده از نور طبیعی، اما تو این پورتره چند تا منبع نور وجود داره. این الگوهای سایه رو می‌بینی؟ نشون میده که نور قوی از همون سمتی که بچه داره نگاه میکنه وجود داشته. چجور نوری؟ قطعی نمیشه گفت، اما با نور نرم طبیعی که کووالسکی معمولاً ترجیح میداد سازگار نیست. انگار یه چیز روشن، شاید نور منعکس شده یا یه لامپ اضافی تو اون منطقه در حین عکاسی قرار داشته. دکتر چن به صندلیش تکیه داد. عینکش رو درآورد. یه حرکتی که سوفیا داشت میفهمید معنیدار بود. سوفیا، به تجربه من وقتی بچه‌های این سن یه حالت صورت خاص و متمرکزی نشون میدن، معمولاً دارن به یه چیز فوری تو محیطشون واکنش نشون میدن. سوال اینه، چی تو اون اتاق بود که ما تو این عکس نمیتونیم ببینیم؟ بچه 1 ماه بعدش مرد. سوفیا آروم لو داد. سندرم مرگ ناگهانی نوزاد طبق سوابق. حالت چهره دکتر چن جدی‌تر شد. این قضیه رو عوض میکنه. توی سال 20 این سندرم خوب شناخته شده نبود و خیلی از مرگ‌های نوزادی که ممکن بود علل دیگه‌ای داشته باشن رو به اسم این سندرم ثبت می‌کردن. با ترکیب این حالت چهره بچه، مکث کرد و دوباره به عکس نگاه کرد. فکر کنم باید سوابق این خانواده رو کاملتر بررسی کنیم. سوفیا روزه بعدی رو غرق تحقیق تو موزه تاریخ شیکاگو بود. سوابق خانواده ویلیامسون تصویری از یه خانواده پولدار معمولی شیکاگویی توی دهه 20 رو نشون میداد. مراسم خیریه، معاملات تجاری، ذکر شدن توی صفحات اجتماعی. اما هرچی بیشتر تو آرشیوهای روزنامه‌ها و سوابق عمومی فرو می‌رفت، یه داستان پیچیده‌تر شروع به ظهور کرد. رابرت ویلیامسون کشف کرد فقط یه بانکدار ساده نبود. تو سالهای 19 و 20 تو چند تا معامله مالی جنجالی دخیل بود. از جمله سرمایه‌گذاری‌هایی که بعداً به خاطر کلاهبرداری تحقیق شدن. اگرچه هیچ وقت رسما متهم نشد، اسمش در ارتباط با طرح‌هایی ظاهر شده بود که چند تا خانواده پول عمرشون رو از دست داده بودن. نگران کننده تر جزئیات شخصی بود که کشف کرد. کاترین ویلیامسون 2 بار در سال 20 بستری شده بود به خاطر چیزی که سوابق مدشکی به تعبیر ملایمش فرسودگی عصبی میگفتن. یه تشخیص متداول برای زنانی که دچار چیزی میشدن که الان افسردگی شدید یا اضطراب شناخته میشه. اما یه مطلب کوچیک تو بخش اجتماعی روزنامه شیکاگو تریبون از نوامبر 1920 بود که خون تو رگای سوفیا یخ زد. بعد از دست دادن تراژیک پسر نوزادشون تاماس، آقا و خانم رابرت ویلیامسون اعلام کردند که قصد دارن برای مدت نامعلومی به خارج سفر کنن. پزشک خانم ویلیامسون تغییر آب و هوا رو برای سلامتیش توصیه کرده. سوفیا سرنخ‌های بیشتری تو سوابق املاک کوکانتی پیدا کرد. ویلیامسون ها خونه‌شون رو تو خیابون نورث لیک شور درایو تو دسامبر 20 فروخته بودن. فقط 2 ماه بعد از عکس و 1 ماه بعد از مرگ بچه تاماس. فروش سریع و بی سر و صدا انجام شده بود و خونه خیلی کمتر از ارزش واقعیش فروخته شده بود. تو بخش تبرشناسی کتابخونه عمومی شیکاگو، سوفیا یه چیز حتی نگران کننده تر کشف کرد. تاماس اولین فرزندی نبود که تو سن کم مرده بود. کاترین تو سال 18 یه دختر به دنیا آورده بود به اسم مری. طبق شناسنامه فوت، مری توی 8 ماهگی مرده بود. علت مرگش هم سندرم مرگ ناگهانی نوزاد ثبت شده بود. 2 تا بچه، هر دوشون قبل از 1 سالگی مردن. هر دو مرگ به همون علت مرموزی که دکترها تو سال 20 به زور میفهمیدنش نسبت داده شده بود. سوفیا دوباره به عکس خیره شد. روی حالت نگران بچه تاماس تمرکز کرد. آیا این بچه به نوعی احساس میکرد که تو خطره؟ تحقیقش یک کشف حیاتی دیگه هم داشت. خونه ویلیامسون ها تو خیابون نورث لیک شور درایو هنوز پابرجا بود.
تو دهه 80 به آپارتمان‌های لوکس تبدیل شده بود، اما ساختار اصلی ساختمون تا حد زیادی دست نخورده مونده بود. مالک فعلی واحدی که مال ویلیامسون ها بود، دکتر آماندا فاستر بود، یه متخصص اطفال که این آپارتمان رو مخصوصاً به خاطر اهمیت تاریخیش خریده بود. سوفیا به دکتر فاستر زنگ زد و تحقیقاتش درباره عکس و تاریخ تراژیک خانواده ویلیامسون رو توضیح داد. دوست دارم جایی که این پورتره گرفته شده رو ببینم. سوفیا گفت گاهی دیدن فضای واقعی میتونه سرنخهایی درباره اتفاقات موقع گرفته شدن عکس بده. البته دکتر فاستر جواب داد، اما باید بهت بگم که چند تا چیز غیر عادی درباره این آپارتمان هست که ممکنه با توجه به تحقیقاتت جالب باشه. آپارتمان دکتر آماندا فاستر کل طبقه سوم ساختمون سنگی شیک تو خیابان نورث لیکشور درایو رو اشغال کرده بود. وقتی سوفیا رو توی فضاهای بازسازی شده راهنمایی می‌کرد، تصور اینکه تو سال 20 چه شکلی بوده آرسون بود. اتاق‌های وسیع با سقف‌های بلند، پنجره‌های بزرگ با دید به دریاچه میشیگان، همون جور خونه‌ای که موفقیت و موقعیت اجتماعی مالکش رو اعلان می‌کرد. پذیرایی که احتمالاً عکس شما اونجا گرفته شده از اینجاست، دکتر فاستر گفت و سوفیا رو به سمت یه اتاق زیبا با کف چوبی اصلی و قرنیزهای بازسازی شده راهنمایی کرد. سعی کردم شخصیت تاریخیش رو حفظ کنم، در این حال که برای زندگی مدرن بروزش کنم. سوفیا عکس رو در آورد و با فضای فعلی مقایسه کرد. با وجود مبلمان مدرن و نورپردازی بروز شده، میتونه ساختار اصلی اتاق رو تشخیص بده. جای پنجره‌ها، جزئیات معماری، حتی موقعیت کلی که ویلیامسون ها برای پورتره پوز داده بودند. وقتی 15 سال پیش اینجا رو خریدم، تاریخچه‌ش رو تحقیق کردم. دکتر فاستر ادامه داد. داستان ویلیامسون بخشی از چیزی بود که منو جذبش کرد. در واقع به عنوان یه متخصص اطفال، راز مرگ بچه‌هاشون منو جذب کرد. راز؟ دکتر فاستر اشاره کرد که سوفیا بشینه. حالت چهرهش جدی شد. من هزاران مورد مرگ نوزادی تو کارم دیدم و اگرچه این تندرود اتفاق میفته، 2 مورد تو همون خانواده ظرف 2 سال خیلی غیر عادیه. پزشکی مدرن خیلی دقیق تر تحقیق میکنه. رفت سمت قفسه کتابای پوشه رو برداشت. بعد از اینکه اینجا نقل مکان کردم، چند تا چیز پیدا کردم که مالکای قبلی جا گذاشته بودن. اسناد، عکس‌ها، حتی چند تا وسیله شخصی که 10 سال تو زیرزمین نگهداری میشدن. قلب سوفیا تند زد وقتی دکتر فاستر پوشه رو باز کرد. داخلش چند تا چیز بود که واضح بود مال دوره ویلیامسون ها بود. قبض خونه، نامه‌های شخصی و جالبتر از همه یه نامه از کاترین ویلیامسون به خواهرش. تاریخش 20 نوامبر 1920 بود. فقط 5 روز بعد از مرگ بچه توماس. میتونم؟ سوفیا پرسید و دستش رو به سمت نامه برد. دستخط لرزون بود. واضح بود که کسی تو شرایط روحی فشار شدیدی نوشته بوده. مارگرت عزیزم، دیگه نمیتونم یه روز دیگه تو این خونه بمونم. توماس رفت، درست مثل مری، و من از ته دلم میدونم که رابرت، نمیتونم این کلمات رو بنویسم، اما تو میدونی به چه شکی دارم. دکتر میگه همون بیماری بود که مری رو برد، اما من دیدم رابرت چطوری به بچه‌ها نگاه میکنه وقتی فکر میکنه کسی نمیبینه. یه چیز سردی تو چشماش هست، یه چیزی که منو میترسونه. بطری لادانوم رو پیدا کردم که تو دفترش قایم کرده. خیلی بیشتر از چیزیه که یه آدم برای درد گاه به گاه نیاز داره. و شبی که توماس مرد، رابرت بیش از 1 ساعت تنها با بچه بود قبل از اینکه بخواد کمک بخواد. وقتی پوست بچه‌مو لمس کردم، خیلی سرد بود مارگرت. خیلی خیلی سرد. دستای سوفیا لرزید وقتی خوندن نامه تموم شد. به دکتر فاستر نگاه کرد که سرش رو با حالت جدی تکون داد. چیز بیشتری هم هست، دکتر فاستر آروم گفت. فکر کنم باید اتاقی که اتاق بچه بوده رو ببینی.
دکتر فاستر سوفیا را از راهرو به چیزی که به دفتر کارش تبدیل شده بود برد. این اتاق بچه بود تو سال 20. وقتی بازسازی کردم، یه چیزی پشت کاغذ دیواری تاریخی کشف کردم که مالکای قبلی هیچ وقت برش نداشته بودن. به بخشی از دیواری اشاره کرد که کاغذ دیواری تاریخی زیر شیشه با دقت حفظ شده بود. دقیق به طرحش نگاه کن. سوفیا کاغذ دیواری گلدار ظریف رو بررسی کرد، معمول اون دوره بود. اما وقتی دقیق تر نگاه کرد، چیز غیر عادی متوجه شد. تو چند جا طرح توسط لکه‌های تیره کوچکی که شبیه اثر انگشت بودن قطع شده بود. دکتر فاستر تایید کرد. اثر انگشتای ریز فشرده شده روی کاغذ دیواری تقریباً به ارتفاعی که یه تخت بچه قرار می گرفته و تنها نیستن. سوفیا رو به بخش دیگه از کاغذ دیواری حفظ شده برد که لکه‌ها متفاوت بودن، بزرگتر، نامنظمتر. اینها وقتی از سر کنجکاوی تست دادم، نتیجه مثبت برای لادانون دادن. سوفیا به شواهد خیره شد، ذهنش به هم ریخته بود. فکر می‌کنید رابرت ویلیامسون داشت بچه‌هاش رو مسموم می‌کرد؟ فکر می‌کنم رابرت ویلیامسون به صورت سیستماتیک داشت بچه‌هاش رو با لادانو مسموم می‌کرد و کاترین شک داشت اما نمی‌تونست ثابتش کنه. لادانوم تو سال 20 به راحتی در دسترس بود. اغلب برای همه چی استفاده می‌شد، از سردرتابی، خوابی. یه بانکدار مثل رابرت به راحتی بهش دسترسی داشت. با علائم مسمومیت با لادانوم تو نوزادا به راحتی میتونست با اون سندروم اشتباه گرفته بشه. دکتر فاستر رفت پشت میزش و سند دیگری رو برداشت. این رو هم پیدا کردم، یه بخشی از یادداشت روزانه‌ای که کاترین ظاهراً پشت یه تخته شل قایم کرده بود. این یادداشت روزانه‌ای که با خط دست فزاینده ناامیدانه کاترین نوشته شده بود، تصویر وحشتناکی رو نقاشی می‌کرد. 10 اکتبر 1920. توماس اخیراً خیلی بیحال بوده، خیلی بیشتر از حد یه بچه ساله میخوابه. وقتی این رو به رابرت گفتم عصبانی شد و گفت من دارم مثل مامانش زیاد مراقبت میکنم. اما من مواظبشم، وقتی فکر میکنه نمیبینمش. دیدمش که به توماس چیزی میده که ادعا میکنه داروه، اما بچه همیشه بعدش خوابالود میشه. اون بطری کوچیک قهوه‌ای رو دوباره تو دفتر رابرت پیدا کردم. همون جوری که وقتی مری مریض بود اونجا بود. میگه برای کمردرده، اما هیچ وقت ندیدم ازش استفاده کنه. و رو بطریا خط و خش هست. خراشای ریز که انگار کسی داشته دوز اندازه گیری میکرده. امشب قرار دقیق تر مراقب باشم. قرار توماس رو حفظ کنم. حتی اگه به معنای یادداشت ناگهان تموم شد. خط دست که انگار دنباله‌ای نداشت. انگار کاترین مزاحم شده بود. سوفیا دوباره به عکس نگاه کرد. حالا فهمید چرا چشمای بچه توماس اون خستگی رو داشتن. اون داشت به پدرش تو حین جلسه عکاسی نگاه میکرد. این ارزیابی من هم هست، دکتر فاستر موافقت کرد. بچه‌های این سن نسبت به خطر فوق‌العاده حساسن. اگه رابرت ویلیامسون به طور سیستماتیک توماس رو مسموم میکرد، بچه یاد گرفته بود حضور پدرش رو با احساس بیماری، با درد ارتباط بده. اون حالت چهره تو عکس تصادفی نیست، شناخت غریزی یه بچه از تهدیده. مسلح با این درک جدید، سوفیا با انگیزه تازه به تحقیقش برگشت. باید سوابق استودیوی هنریک کووالسکی رو پیدا می‌کرد. امیدوار بود که ممکنه جزئیات بیشتری درباره پورتری ویلیامسون داشته باشه که شکشون رو تایید کنه. بعد از چند تماس و ایمیل کشف کرد که آرشیو کووالسکی بعد از مرگش تو سال 65 به آرشیو عکاسی شیکاگو تو کالج کلمبیا هدا شده. آرشیوان دکتر مارکوس وب موافقت کرد که سوفیا ملاقات کنن تا هر سندی مرتبط با پورتری ویلیامسون رو بررسی کنن. کووالسکی تو ثبت سوابق فوق‌العاده دقیق بود. دکتر وب توضیح داد در حالی که به زیرزمین کنترل شده برای نگهداری آرشیوها پایین می‌رفتن. نه فقط جنبه‌های فنی هر جلسه عکاسی را مستند می‌کرد، بلکه اغلب مشاهدات شخصی درباره سوژه‌هاش هم ثبت می‌کرد. دفتر سال 20 رو پیدا کردن و دکتر وب با دقت صفحه‌ها رو به سمت یادداشت‌های اکتبر برگردوند. اونجا تو خط دست دقیق کووالسکی یادداشت 15 اکتبر 1920 بود. آقا و خانم رابرت ویلیامسون با پسر نوزاد تامس.
سفارش پورتری رسمی خانوادگی برای کارت‌های تبریک. پیش پرداخت $50. یادداشت‌های فنی. نور طبیعی از پنجره‌های شرقی با رفلکتور تکمیل شد. خانم ویلیامسون در طول جلسه خیلی عصبی بود. مرتب بچه رو چک می‌کرد. آقای ویلیامسون بی‌حوصله بود، می‌خواست جلسه رو سریع تموم کنه. مشاهدات شخصی. دینامیک غیرعادی خانواده. بچه هر وقت پدر نزدیک می‌شد، آشفته به نظر می‌رسید. خانم ویلیامسون خیلی حفاظتی بود. اجازه نمیداد شوهرش تو حین پوزها بچه رو نگه داره. نوزاد ظاهر سالمی داشت، اما برای سنش غیرعادی هوشیار، شوکه شده و محتاط به نظر می رسید. پیشنهاد دادم وقتی بچه آرامتر بود دوباره برنامه بذارن، اما آقای ویلیامسون اصرار کرد ادامه بدیم. یادداشت نهایی. در طول نماهای نهایی بچه وقتی پدر برای پوز گروهی نزدیکتر شد، آشفته شد. حالت صورت ثبت شده ناراحتی واضح نوزاد رو نشون میده. خانم ویلیامسون درخواست کرد که پوزهای خاصی رو تو انتخاب نهایی شامل نکنم. سوفیا لرزی احساس کرد که از ستون فقراتش پایین میرفت. حتی عکاس متوجه دینامیک عجیب خانوادگی و ترس بچه تامس از پدرش شده بود. اما بیشتر از این بود. دکتر وب یه پوشه مکاتبات مرتبط با جلسه ویلیامسون پیدا کرد. داخلش نامه‌ای از کترین ویلیامسون به کووالسکی بود با تاریخ 25 نوامبر 1920، 10 روز بعد از مرگ تامس. آقای کووالسکی عزیز، می نویسم تا درخواست کنم تمام عکس‌ها و نگاتیوهای جلسه اکتبرمون رو بدید. شوهرم ازم خواسته که به خاطر فوت اخیر پسرمون دنبالشون برم. اما باید یه لطف شخصی ازتون بخوام. اگه چیز غیر عادی در طول جلسمون مشاهده کردید، هر چیزی که نگرانتون کرد درباره سلامت خانوادم، لطفاً مستندش کنید و از سوابق رو امن نگه دارید. میترسم زمانی برسه که اون مشاهدات مهم بشن. پول برای یه ست چاپ اضافی رو ضمیمه کردم تا تو پرونده‌های شخصیتون نگه داشته بشه. لطفاً به شوهرم چیزی نگید. با احترام، خانم کاترین ویلیامسون. PN. چشمای بچم تو اون عکس نهایی. شما یه چیز مهم ثبت کردید. لطفاً حفظش کنید. سوفیا متوجه شد که چیزی که کشف کرده احتمالاً شواهدی از قتل‌های یه قرن پیشه. با وجود گذشت زمان یه تعهد اخلاقی احساس می‌کرد که یافته‌هاش رو درست مستند کنه. با کارآگاه ماریا سانتوس از واحد پرونده‌های قدیمی پلیس شیکاگو تماس گرفت و توضیح داد که شواهدی مرتبط با مرگ مشکوک نوزاد از سال 20 کشف کرده. کارآگاه سانتوس یه بازرس با 15 سال تجربه به اندازه کافی کنجکاو بود که با سوفیا تو مغازه عتیقه ملاقات کنه. وقتی سوفیا تمام شواهد رو مرتب کرد، عکس، نامه‌های کاترین، کشفیات دکتر فاستر و سوابق کووالسکی، کارآگاه سانتوس با علاقه‌ای فزاینده‌ای گوش داد. واضحه که نمیتونیم یه پرونده سال 20 رو محاکمه کنیم، کارآگاه سانتوس گفت. اما از نقطه نظر تحقیقاتی این جذابه. الگویی که شناسایی کردید با اون چه الان درباره قاتلان خانوادگی میدونیم سازگاره. آدمایی که به طور سیستماتیک اعضای خانواده رو میکشن، اغلب به دلایل مالی. با دقت عکس رو بررسی کرد. پرونده‌های کودک کشی از اون دوران به ندرت کامل تحقیق می‌شدن، مخصوصاً وقتی مجرم یه عضو محترم و پولدار جامعه بود و مسمومیت با لادانوم با دانش پزشکی سال 20 تقریباً غیر ممکن بود تشخیص داده بشه. کارآگاه سانتوس لپتاپش رو باز کرد و شروع به جستجو تو پایگاه داده‌های مدرن کرد. بذار ببینم درباره زندگی بعدی رابرت ویلیامسون چی پیدا می‌کنم. بعد از چند دقیقه جستجو سوابقی پیدا کرد که پرونده رو حتی قانع کننده تر می کرد
رابرت ویلیامسون تو سال 25 با یه بیوه پولدار به اسم هلن موریسون ازدواج کرد. اون 2 بچه کوچیک از ازدواج قبلیش داشت، یه پسر و یه دختر. قلب سوفیا فرو ریخت. حس می‌کرد چه خبره. هر 2 بچه ظرف 2 سال از ازدواج مردن. پسر تو سال 26 6 ساله علت مرگ ذاتوریه ثبت شده. دختره تو سال 27 4 ساله از چیزی که بیماری لاغری گفته میشد مرده. هلن موریسون ویلیامسون تو سال 28 مرد، ظاهراً از غم و سلامت رو به افول. دوباره همین کار رو کرد، سوفیا زمزمه کرد. کاملا اینطور به نظر میرسه. تا سال 30 رابرت ویلیامسون ثروت قابل توجهی از همسر دومش به ارث برده بود و به کالیفرنیا نقل مکان کرده بود، جایی که تا مرگش تو سال 54 راحت زندگی کرد. هیچ وقت دوباره ازدواج نکرد، هیچ بچه دیگه‌ای نداشت. کارگاه سانتوس لپتاپش رو بست. چیزی که اینجا کشف کردیم شواهدی از یه قاتل زنجیره‌ای که از موقعیت اجتماعیش و محدودیت‌های پزشکی دورش استفاده کرده تا اعضای متعدد خانواده‌اش رو بکشه، احتمالاً برای سود مالی. رابرت ویلیامسون بچه‌های خودش رو، بچه‌های ناتنی‌هاش رو از بین برد و احتمالاً از طریق سوء استفاده روحی روانی به مرگ همسراش کمک کرده. دوباره به عکس نگاه کرد. روی حالت صورت ترسیده بچه‌ای توماس تمرکز کرد. این بچه میدونست تو خطره. یه جوری اون دوربین شناخته تهدید رو ثبت کرده که بزرگترهای دورش یا نمیتونستن ببینن یا انتخاب کردن نادیده بگیرن. همینطور که خبر کشف سوفیا تو محافل آکادمیک و تاریخی پخش شد، یه تماس غیرمنتظره از دکتر پاتریشیا ویلیامسون گرفت. یه روانپزشک بازنشسته که تو پورتلند اورگان زندگی میکرد. دکتر ویلیامسون توضیح داد که نتیجه کاترین ویلیامسونه و سالهاست داره تاریخ خانواده‌اش رو تحقیق میکنه. من سالهاست سعی دارم بفهمم برای کاترین بعد از ترک شیکاگو تو سال 20 چه اتفاقی افتاد. دکتر ویلیامسون گفت تحقیقات شما ممکنه بالاخره جوابایی که دنبالشون بودم رو داده باشه. قرار ملاقات گذاشتن که دکتر ویلیامسون هفته بعد به شیکاگو پرواز کنه. با خودش یه مجموعی از اسناد خانوادگی آورد که از طریق خانواده خواهر کاترین، مارگارت، منتقل شده بود. چیزایی که کاترین طی سالها به خواهرش فرستاده بود. مهمترین کشف دفترچه کامل یادداشت روزانه کاترین بود که ظاهراً بین سالهای 20 تا 25 تکه تکه برای مارگارت فرستاده بود. دفترچه کامل داستان دردناکی رو از یه زن تعریف می‌کرد که کم کم فهمیده بود شوهرش یه قاتله، اما توسط محدودیت‌های اجتماعی و قانونی اون دوره گیر افتاده بود. یادداشت 15 اکتبر 1920 روز جلسه پورتره به خصوص آشکار کننده بود. امروز عکس خانوادگیمون رو انداختیم. اصرار کردم که توماس تو عکس باشه. اگرچه رابرت تمایلی نداشت، گفت بچه ماهیت رسمی پورتره رو خراب میکنه. اما من میخواستم یه سند از خانواده‌مون داشته باشم تا وقتی توماس هنوز با ماست. اخیراً خیلی نگران سلامتیش هستم. در طول جلسه صورت رابرت رو وقتی به توماس نگاه میکرد زیر نظر داشتم. همون حالتی که یادمه وقتی مری مریض بود. یه جور محاسبه سرد، انگار داشت به یه مشکل نگاه میکرد که باید حلش کنه، نه به بچه خودش. عکاس آقای کووالسکی خیلی مهربون و صبور بود. انگار متوجه شد که توماس هر وقت رابرت نزدیک میشه ناراحت میشه. وقتی ازش خواستم چند تا پوز فقط با توماس و خودم بگیره، رابرت عصبانی شد، اما آقای کووالسکی از درخواستم حمایت کرد. دعا میکنم توماس قوی تر بشه، اما میترسم رابرت بچه هامون رو مانعی برای چیزی میبینه که بیشتر میخواد. مدارکی تو دفترش پیدا کردم مرتبط با بیمه های عمر
و اسنادی مالی هستند که نمیفهمم. گاهی میبینمش که با همون نگاه سردی که به بچه ها میکنه به من نگاه میکنه. دفترچه از طریق هفته‌های بعد از مرگ توماس ادامه داشت و شکی فزاینده کاترین که رابرت پسرشون رو کشته رو مستند میکرد. 20 نوامبر 1920 امشب با رابرت درباره لودانوم روبرو شدم. خیلی عصبانی شد. گفتم من دارم یکی دیگه از دوره‌های عصبیم رو دارم. اما بطری که پیدا کردم رو بهش نشون دادم. اونی با بقایایی که بوی شیرین و حال به همزنی داره. ادعا کرد داروی قدیمیه که دکتر برای سردرد من تجویز کرده. اما میدونم داره دروغ میگه. نمیتونم تو این خونه بمونم. نمیتونم وانمود کنم که با مردی که بچه هام رو کشته عزادارم. فردا هر چقدر پول که میتونم بهش دسترسی داشته باشم رو برمیدارم و پیش مارگارت میرم. رابرت میتونه ثروتش و شهرتش رو داشته باشه. من فقط میخوام قبل از اینکه تصمیم بگیره من هم یه مانع شدم آزاد بشم. 6 ماه بعد از کشف اولیه سوفیا، پرونده ویلیامسون موضوع مطالعات آکادمیک و شگفتی تاریخی شده بود. پورتری که در نگاه اول خیلی بی‌ضرر به نظر می رسید، حالا به عنوان یکی از مهمترین شواهد جنایی از اوایل قرن 20 شناخته شده بود. دکتر چن یه سامپوزیوم تو دانشگاه نورت وسترن با عنوان عکاسی به عنوان شواهد تاریخی، پرونده پورتری ویلیامسون 1920 سازماندهی کرد. دانشمندان از سراسر کشور اومدن تا بررسی کنن که چطور تکنیک‌های تحقیقاتی مدرن میتونن حقایق پنهان شده تو عکس‌های تاریخی را آشکار کنن. سوفیا جلوی یه جمعی از مورخان، جرمشناسان و متخصصان عکاسی ایستاد. عکس بزرگ شده پشت سرش نمایش داده میشد. چشمای ترسیده بچه تاماس انگار داشتن از روی مراسم نظارت میکردن. بالاخره اون توجه و درکی که از در زندگیش ازش محروم شده بود رو دریافت میکردن. این عکس به ما یاد میده که حقیقت یه راهی برای حفظ خودش داره. سوفیا سخنرانیشو جمع‌بندی کرد. حتی وقتی آدمای قدرتمند سعی میکنن دفنش کنن، بچه تاماس ویلیامسون نمیتونست حرف بزنه، نمیتونست شهادت بده، نمیتونست از خودش محافظت کنه، ولی چشماش داستانی رو تعریف کردن که بیش از 1 قرن باقی موند. منتظر بودن که یکی بفهمه چی میبینه. تو جمع دکتر پاتریسیا ویلیامسون اشکاش رو پاک کرد. بعد از سخنرانی نزدیک سوفیا اومد با یه قطعه نهایی از داستان کاترین. کاترین تا سال 65 زندگی کرد. آروم گفت. هیچ وقت ازدواج نکرد. هیچ وقت بچه دیگه‌ای نداشت. عمرش رو صرف کار با سازمان‌هایی کرد که به زن‌ها و بچه‌های آزاردیده کمک می‌کردن. اگرچه هیچ وقت علناً درباره تجربیات خودش حرف نزد. اون عکس توماس رو تا روز مرگش نگه داشت، همراه با تمام شواهدش علیه رابرت. چرا هیچ وقت به پلیس نرفت؟ سوفیا پرسید. زمانهای متفاوتی بود. دکتر پاتریسیا ویلیامسون جواب داد. حرف یه زن در مقابل یه بانکدار محترم، مخصوصاً وقتی داشت متهمش میکرد به کشتن بچه‌های خودش. میدونست هیچ کس باورش نمیکنه، اما همه چیز رو مستند کرد. امیدوار بود که یه روز یکی بفهمه. دکتر پاتریشیا ویلیامسون یه پاکت نهایی رو به سوفیا داد. آخرین نامه کاترین که درست قبل از مرگش نوشته شده بود. خواست که فقط اگه کسی حقیقت درباره بچه‌هاش رو کشف کرد باز بشه. با دستای لرزون سوفیا پاکت رو باز کرد و کلمات نهایی کاترین رو خوند. به هر کی که این حقیقت رو پیدا میکنه، بچه‌های من توسط پدرشون رابرت ویلیامسون کشته شدن و من برای نجاتشون ناتوان بودم. این راز رو 45 سال با خودم حمل کردم. امیدوار بودم که یه روز عدالت راهی پیدا کنه. اگه دارید این رو میخونید، پس چشمای توماس بالاخره حقیقتشون رو گفتن. لطفاً به یاد داشته باشید که اون دوست داشته شده، بیگناه بوده و زندگی کوتاهش اهمیت داشته. لطفاً به یاد داشته باشید که شر گاهی صورت محترمی داره.
اما حقیقت راهی برای زنده موندن پیدا میکنه، حتی از قوی ترین دروغ‌ها. ممنونم که اون چرا که من تو اون عکس دیدم دیدید. ممنونم که به شهادت بی صدای بچم گوش دادید. امیدوارم این دانش به حفاظت از بچهای دیگه از رنجی که مال من کشیدن کمک کنه. وقتی سمپوزیوم تموم شد و آدم‌ها شروع به رفتن کردن، سوفیا نشسته موند و به عکس بزرگ شده نگاه کرد. چشمای بچه تاماس که دیگه مرموز نبودن، بالاخره داستانشونو گفته بودن. عکسی که زمانی یه خانواده خوشحال رو نشون میداد، حالا به عنوان شاهدی از قدرت حقیقت و اهمیت باور کردن کسایی که نمیتونن برای خودشون حرف بزنن ایستاده بود. پورتره جای دائمیش رو تو موزه تاریخ شیکاگو پیدا کرد. همراه با داستان کامل تراژدی خانواده ویلیامسون نمایش داده شد. بازدید کننده ها اغلب درباره حالت غیرعادی بچه اظهار نظر می‌کردن و حالا بالاخره میتونستن بفهمن اون چشمای جوون سالها تموم داشتن سعی می‌کردن چی بگن.